المسلمين الدفاع من النسير والدفاع من الربيع والدفاع من هویدا انهم قاتلون انهم عملاء. یه روحانی جنجالی و قاضی تندرو، کسی که وقتی وارد دادگاه میشد همه میدونستن که قرار نیست تصمیم گیری خیلی طولانی و پیچیده باشه، چون نه اهل تعارف بود نه پشت پرده. هر کاری که فکر میکرد درسته رو سریع انجام میداد. صادق خلخالی. محمد صادق صادقی گیوی، معروف به صادق خلخالی، 1 مرداد 1305 توی گیوی که از شهرهای استان اردبیل متولد میشه. از نوجوانی به تحصیل توی علوم دینی علاقه نشون میده تا 17 سالگی که وارد حوزه علمیه قم میشه. تو قم شاگرد خیلی از مدرسین برجسته حوزه بود و به مرور در دسته طلابی قرار گرفت که به فضای سیاسی کشور انتقاد داشتند. همون زمان چندین بار توی تجمع‌های مذهبی اعتراضی شرکت کرد و توسط حکومت پهلوی بازداشت و بازجویی شد که همین سابقه بعدها به یکی از نشونه‌های نزدیکیش به جریان انقلاب تبدیل شد. اندوه یارانه به خون آغشته دارم، بخوان حدیث درد از شعرم شنیدن، انقلاب 57 یه نقطه عطف بزرگی تو زندگی صادق خلخالی بود، به خاطر اینکه توسط آیت الله خمینی اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب میشه. در شب‌های اول پیروزی بعد از انقلاب که تعدادی بازداشت شدن و کسانی بودن حتی بازداشت بودن از قبل در اسارت نیروهای اسلامی هم قرار گرفتن، اینها به طور طبیعی تلقی بر این بود که اینها باید اعدام بشه. خلخالی خیلی سریع توی این جایگاه شناخته شد، به خاطر اینکه تو پرونده هایی که زیر دستش بود که شامل مقامات بلندپایه پهلوی، اعضای ساواک، متهمین به فساد، قاچاقچیان مواد مخدر و مفسدین فی الارض بود، خیلی سریع حکم میداد و فوری اجراشون میکرد. یه دوگانگی نسبت به این آدم از همون اوایل انقلاب وجود داشت. حامی‌ها میگفتن کشور تو بحرانه و قاطعیت لازمه، منتقدا میگفتن سرعت و شدت تصمیم‌ها با استانداردهای قضایی همخون نیست. عده ساواکی حمله کردن اینجا، زدن شکوندن خودشون در رفتن. شعار که عکس آقای خمینی اینجا زده بودن، مال مردم می‌بردن آتش می‌زدن. چیزی هم میگفتن، شعاری چیزی هم میدادن. نه، در عین اینجا فقط میگفتن اسلام اسلام. گفتن اگر اسلام این است که نمیخوان اسلام باشه. تا اوایل دهه 80 که کم کم از فضای رسمی دور شد، شاید هم طرد شد و سالهای آخر عمرش رو تو خونش تنهایی با بیماری سر کرد. مستند ضد قهرمان رفته سراغ همون دوگانگی که همیشه درباره آقای خلخالی وجود داشته. چطوری میشه یه آدم توی یه بزنگاه تاریخی همزمان برای بخشی از جامعه قهرمان باشه، برای بخش دیگه ضد قهرمان؟ من خودم از مرحوم شهید بهشتی شنیدم که اون دادگاهی تماشاییه که ما خلخالی رو محاکمه میکنیم. من سحرنازم، اینجا هم دریچه است.